اگر میخواید بدونید قدیما که هنوز کولر اختراع نشده بوده مردم چه تو خونه هاشون خنک میکردن، این ویدیو رو از دست ندید. سلام، علی هستم از کانال یوتیوب سالار تراول. لطفا با من همراه باشید. باغ دولت آباد یزد، باغ شگفت انگیز که بزرگترین بادگیر خشتی جهان تو این باغ قرار داره. بادگیری به ارتفاع 33 متر و 8 تا ذیل. ورودی های این باغ یکی از طرف اندرونی باغ و دیگری هم از طرف بیرونی باغ هست. قسمت اندرونی همون قسمت خصوصی باغ بوده که مخصوص زندگی شخصی شاه اون زمان بوده و قسمت بیرونی مخصوص برگزاری مراسمات بوده. این هم از قسمت بیرونی باغ دولت آباد. الان داریم از قسمت بیرونی باغ وارد قسمت اندرونی باغ میشه. بخش بیرونی دارای دو عمارت تقریبا متقارن روبروی هم هست که یکی به نام عمارت تهرانی و دیگری عمارت آینه خانه. مساحت تقریبی این باغ 70,000 متر مربع هستش. محمد تقی‌خان بافقی در اواخر دوره افشاری این باغ را بنا کرده و ایشون ابتدا قناتی به طول تقریبا 65 کیلومتر ایجاد کرده و آب را از طریق این قنات ابتدا از مهریز به یزد و بعد به این باغ انتقال داده. ساختمان هشتی دارای بادگیر 8 ضلعی هست و این بادگیر 8 ضلعی به این صورت کار میکرده که باد از 8 جهت وارد بادگیر میشده و به سمت حوض آب پایین بادگیر حرکت میکرده و باعث خنکی هوای تمام قسمت های عمارت میشده. این عمارتی که مشاهده میکنید حرم سرای شاه اون زمان بوده. همچنین این قسمت یک بادگیر مربعی شکل هم داره. اینجا برج دیده‌بانی باغ هست، مکانی که مشرف به باغ بوده و از بالای اون امنیت باغ را حفظ می‌کردن. پس اگر میخواید مطالب آموزنده این کانال را از دست ندید، لطفاً لایک کنید، دکمه سابسکرایب را فشار بدید و زنگوله را فعال کنید.